بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، درسی که ما از این کتاب مبارک داریم کتاب الکبائر از امام الذهبی رحمت الله علیه که ما دیروز مقدمه این کتاب رو با همراهی شمایان گرفتیم. اینم فضل و رحمت الله سبحانه و تعالی است و امروز باشد کبائر اول، کبیره اول که شرک آوردن به الله سبحانه و تعالی است. در این مورد صحبت میکنیم. میفرماید که الکبیره الاولى الشرک بالله، کبیره اول، گناهان اولی، بزرگترین کبیره اول این شرک آوردن به الله سبحانه و تعالی است. شرک آوردن بر الله سبحانه و تعالی است. شیخ ابن باز رحمت الله علیه میفرماید که در همین کلمه که الشرک آوردن به الله سبحانه و تعالی، توحید این افراد الله سبحانه و تعالی بر عبادت است و شرک این دعا نمودن غیر الله با همراهی الله است. دعا میکنی، کمک میخوای، یاری میخوای، از او میترسی، از او امید ببندی، از برای او قربانی میکنی، از برای او نذر میکنی یا که غیر از اینها از انواع عبادتی که از برای غیر الله صرف میشود، این شرک اکبر حسابیده میشود. شرک اکبر چی آن کسی که تو او را دعا میکنی، از او دعا و کمک یاری میطلبی، چی وای پیامبر باشد، چی جین باشد، چی شخص باشد، چی سنگ باشد، چی ولی باشد، چی هر کسی باشد. از همین خاطر است که الله سبحانه و تعالی میفرماید که واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، الله را عبادت نمایید و بر او کسی چیزی را شریک قرار ندهید. شیء گفت در اینجا چیزی را، نکره از سیاق زبان عربی بگیریم در سیاق نهی آمده است، در بر میگه همه چیز رو. الله میفرماید که و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، ما امر نکردیم مگر اینکه عبادت نمایند الله سبحانه و تعالی را خالصانه که دین از آن او سبحانه و تعالی است. و بزرگترین چیزی که الله سبحانه و تعالی بر بندگانش امر کرده است این توحید الله سبحانه و تعالی است، یگانه شمردن الله سبحانه و تعالی در عبادت است. و بزرگترین چیزی که الله سبحانه و تعالی بندگان را از آن منع کرده است این شرک آوردن بر الله سبحانه و تعالی است. برای همین الله سبحانه و تعالی در قرآن بسیار این را ذکر یادآوری کرده است، امر به توحید و نهی نمودن از شرک. الکبیره الاولى از کبیره، گناهان اول، این شرک آوردن به الله سبحانه و تعالی است. اکبر الکبائر از بزرگترین گناهان کبیره این شرک آوردن به الله سبحانه و تعالی است. و هو نوعان میفرماید، و او دو نوع است. احدهما، یکی از آنها، یجعل لله ندا، اینکه بر الله کسی رو نید، شریک قرار بدهی، عبادتش کنی، غیر الله رو عبادت نمایی، از سنگ، من الحجر، از سنگ، از درخت، از آفتاب، از ماهتاب، از پیامبر، از شیخ، از ستاره، از پادشاه، مالک، راهبر و غیر از این چیزها. و هذا هو الشرك الاکبر. شیخ میفرماید که این همان شرک بزرگ است، الذي ذكره الله عز وجل، آن شرک بزرگی الله آن را در کتاب ذکر کرده است. چون الله میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به، بدرسته که الله نمی آمرزد، نمی بخشد آن کس که برای شرک میارن، و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، و غیر شرک از برای هر کس هر چیزی رو که بخواد می آمرزد. گفت الله سبحانه و تعالی اینجا که شرک رو نمی آمرزد، شرک بخشیدنی نیست، و غیر شرک هر چیزی که بخواد از برای هر کسی بخواد میآموزد. و قال تعالی، الله میفرماید ان الشرک لظلم عظیم، بدرسته که شرک یک گناه عظیم است. و الله میفرماید که انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، بدرسته که آن کسی که بر الله شریک میآورد الله جنت رو برای او حرام کرده است، و مأواه النار، و جایگاه او، باشگاه او جهنم است. و الآیات فی ذلک کثیرا، میفرماید آیات ها در این مورد در بیان بزرگ بودن شرک که از بزرگترین کبیره هاست که او بخشیده نمی شود اگر انسان به این حال بمیرد، بزرگترین ظلم است و جنت برای او حرام میگردد و آتش برای او قرار میگیرد و آتش چی بجایگاه است. آیه ها میگه در این مورد زیاد است. فمن اشرک بالله ثم مات مشرکا، هر کسی که به الله شرک و سپس با آن شرکش مشرک مرد، فهو من اصحاب النار، و از جایگاه از اصحاب نار، از اصحاب آتش قرار میگیرد. قطعی شیخ میگه با تاکید نماید قطعا از اهل نار می شود. کما ان من آمن بالله و مات مؤمنا، کسی که برخلاف این کسی که اگر که بر الله ایمان آورد و مؤمن از این دنیا گذشت، از اصحاب جنت قرار میگیرد. فین عذب بالنار، اگر چنده که با آتش عذاب شود با سبب گناهانش. جو شیخ تاکید می نماید، تاکید برای تاکید، چون مردمانی هستند که کسی که به شرک هم بمیرد، کسی که مشرک باشد، آنها را مسلمان میشمارند، یا که آنها را از اهل ایمان میدونند، یا که آنها را از اهل جنت هم قرار میدهند از مرجع این عصر. در تعلیق این سخن شیخ عبدالمحسن العباد حفظه الله تعالی در اینکه اینجا فرمود که آیه ها در این مورد زیاد هستند، کسی که بر الله شرک بیارد، با شرک بمیرد، مشرک بمیرد، از
از اصحاب نور قرار میگیرد قطعی میشود این دیگر، چون دلیل ها واضح روشن است. ولی که بعضی از گمراه ها این رو نمیفهمند، تلبیس میکنن، شیطانگری میکنن و مردم رو گمراه کردند. چون که الله سبحانه و تعالی قطعی بیان کرد که کسی که مؤمن بمیرد و از اصحاب جنت قرار میگیرد، اگرچه که با اون گناهش در آتش قرار بگیرد. شیخ عبدالمحسن العبد میفرماید که شرک آدم به الله سبحانه و تعالی از بزرگترین ظلم است، از باطلترین باطل هاست. آن گناه است که آمرزیده نمیشود و هر گناه بجز شرک زیر مشیت الله سبحانه و تعالی قرار میگیرد. از گناهان کبیره از صاحبش عفو میگردد و عذابش نمیکند، داخل بهشتش قرار میدهد. اگر بخواهد داخل آتش میکندش با عدلش، ولیکن در آنجا در آتش جاودانه باقی نمیماند، سپس داخل بهشت هم میگردد. در دوزخ باقی نمیماند ابدی، مثل شخص مشرک، مگر اینکه مشرک کافر باشد. این انا همون چیزی است، یعنی که کفر و شرک آن چیزی است که صاحبش را در آتش ابدی و جاودانه باقی میگذارد. و هر چیز غیر شرک و کفر از گناهان اگرچه کلان هم باشند، امر صاحبش به سوی الله سبحانه و تعالی حواله می شود. چون که الله میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله درست که الله آن کسی را که شرک به الله بیارد نمی آمرزد، و یغفر بدون ذلک لمن یشاء، و غیر شرک هر چیزی بخواد می آمرزد. دون شرک بجز شرک استثناء کرد. لمن یشاء از برای هر کی بخواهد زیر مشیت الله سبحانه و تعالی قرار میگیرد، زیر غفران او قرار میگیرد، عذابش نمیکند بر آن سه که از گناهان و از معصیت ها انجام داد و جز شرک. خاص عذابش میکند، داخل جهنم قرارش میدهد، ولیکن در جهنم باقی نمیماند، جاودانه مثل مشرک کافر باقی نمیماند. حتما از آتش میبارد، داخل بهشت میشود، در آتش جاودانه باقی نمیماند مگر کافری که اهل آتش هستند و هیچ راهی برآمدن ابدا و ابدا ندارند. و شرک را الله سبحانه و تعالی بیان کرد و رسول الله بیان کرد. و شکر رسول الله گفت که ان تجعل لله ندا و هو خلقك، تو با همراهی پروردگار شریکی را قرار بدی در حالی که الله تو را آفریده است. و الله میفرماید او پروردگار است که تو را آفرید و ریسک داد، او است میراننده و زندگاننده. پس بعد این چگونه تو از با الله سبحانه کسی را شریک قرار میدی؟ بعد اون که پیدا نبودی، الله تو را آفرید. پس عقل ها کجاست؟ شیخ عبدالمحسن عباد میگه عقل ها کجاست؟ بعد درست که عبادت از برای الله میگردد، از برای الله میباشد. آن چیزی که الله سبحانه و تعالی در رزق، در ایجاد، در پیدایش، در خلق خود را یگانه قرار داد، همچنین عبادت هم در او سبحانه و تعالی یگانه قرار گرفته میشود. و با همراهی الله سبحانه و تعالی در هیچ نوع از انواع عبادت شریک قرار ندهی، بلکه واجب است که آن عبادت خالص از برای الله سبحانه و تعالی قرار بگیرد. چون الله میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من جن و انس را تنها به خاطر آن آفریده که مرا عبادت نمایند. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا، کسی که امید رحمت الله را دارد، امید لقای الله را دارد، فليعمل عملا صالحا، پس عمل صالح انجام بدهد، ولا یشرک بعبادت رب احد، با پروردگارش هیچ کسی رو هیچ چیزی رو شریک قرار ندهد. در سوره کهف. پس ضرور است با اخلاص عبادت الله سبحانه و تعالی، ضرور است افراد الله سبحانه و تعالی بر عبادت. این مقتضای شهادت لا اله الا الله است. مقتضای شهادت لا اله الا الله آن است که تو عبادت نکنی مگر الله و عبادت تو خالص از برای الله سبحانه و تعالی قرار بگیرد که بر او شریک نیست. چون یک در خلق، در رزق، در زندگانی، در میراندن برای او شریک نیست، در عبادت برای او هیچ شریک نیست. پس امام زاهد میفرماید که فی الصحیح و فی الصحیح، در صحیح از رسول الله صلی الله علیه و آله روایت است که گفتند قال الا انبئکم باکبر الکبائر، آیا من شما را از بزرگترین گناهان کبیره خبر ندهم؟ 3 بار این رو ذکر کرد، 3 بار تکرار کرد به خاطر بزرگی این، به خاطر بزرگ بودن این گناهان. بله، قالوا گفتند بله یا رسول، بله ای رسول الله. پس رسول الله فرمود الاشراک بالله، شرک کردن به الله. پس حقوق الوالدین، اقی والدین. و کان متکئا فجلس، یک پهلو تکیه میکرد و نشست. فقال گفت الا و قول الزور، آگاه باشید، الا و شهادت زور، سخنی بر دروغ گفتن، تهمت زدن، شهادت بر دروغ دادن. فما زال یکررها حتی قلنا لیته سکت، همین سخن رو چنان تکرار کرد که گفتم که ای کاش خاموش می ایستاد. سخنی بر دروغ، شهادت بر دروغ. و فرمود اجتنبوا 7 موبقات، از 7 چیزی هلاک کننده بپرهیزید. و ذکر کرد از جمله آن را شرک کردن به الله سبحانه و تعالی. این حدیث در صحیح بخاری و مسلم روایت شده است از حدیث ابی بکر. و همچنین اجتنبوا 7 موبقات، از 7 گناه هلاک کننده پرهیز نمایید که اول آن را شرک گفت، در روایت بخاری و مسلم است از حدیث ابی هریره رضی الله عنه که اولی از آن را شرک کردن به الله گفت، شیخ البانی در شرح انمی حدیث که از 7 گناه هلاک کننده دوری بجید که اول آن شرک به الله گفت که نفی کردن شرک از الله سبحانه و تعالی و اتمام نمی‌یابد، کامل نمی‌شود مگر با نفی نمودن 3 نوع از انواع شرک.
نفی نمودن شرک از الله تمام و کامل نمیشد مگر با سه نوع از شرک روی از الله تو رو نفی نمایی. اولا شرک در ربوبیت او، با این گونه که انسان اعتقاد نماید که الله سبحانه و تعالی خالق است، اعتقاد نماید که بجز الله خالق دیگری نیست، چون که اعتقاد مجوسی ها است که میگویند که از برای بشر خالق دیگری هم هست، همین مجوسی آتش پرست که نوروز برای ما آوردند. و این نوع از شرک اعتقاد در ربوبیت این خیلی کم است الحمدلله، چون که قول معتزله به این قول خیلی نزدیک است. چون گفتن معتزله که بدرست که بدیها این از فعل خلق است، از خلق انسان است. برای همین رسول الله گفتن که القدریه مجوس هذه امه، قدریها که قدر انکار کردن مجوس همین امت هستند. این یکم بود که گفتیم که شیخ میفرماید که نفی نمودن شرک از الله سبحانه و تعالی کامل نمیشد به این راه مگر به سه چیز. یکم شرک در ربوبیت، دوم شرک در الوهیت یا که در عبادت، اینکه با همراهی الله کسی را عبادت نمایی، از اولیاء، از صالحان، از کمک از آنها، یاری و طلب از آنها در سختی ها و غیر از اینها. شیخ میفرماید که للاسف شدید بسیار غمگین است که در این امت این خیلی زیاد است. گناه بزرگی را آن مشایخ، آن شیخایی که مردم را به سوی این گمراهی کشاندن میگیرند، با نام این را با نام توسل گفتن، چقدر نام زیبایی را بر آن گذاشتن، توسل بر اولیاء، با نامهای آنها و غیره گفته به قبرهای آنها. این دوم است. اما سوم نمونه از شرک در صفات است. این گونه که وصف نماید الله سبحانه و تعالی مانند نماید الله سبحانه به مخلوقاتش، بعضی از خلق را به الله مانند نماید، که مثل اینکه علم غیب را جز پروردگار کس نمیداند، بر کسی داننده علم غیب بگوید، چون یک در صوفی ها و در فالبین ها و جادوگرا و در دیگر چیزها هست. این نوع خیلی زیاد منتشر شده در همه گوشه و کنار دنیا از جانب صوفی ها، خاصا از جانب صوفی ها، و تاثیر بر مردم جهاد رساندگی هستند. و همچنین بعضی از این گمراه ها که وصف می‌نمایند پیامبر صلی الله علیه و سلم رو با اینکه او کائنات همه کائنات در دست او از گفته، دنیا و آخرت برای او است، دنیا و آخرت برای او آفریده شده است و غیر از چیزهای مدح استایش باطل. لوح و قلم در دست او است، به خاطر او است کیمچه دروغای کفر رو میگویند. این از گمراهی ها از جانب آنها مونده است، از این دجال هایی که گمان می‌برند که پیامبر رو می‌بینن و پیامبر سخن می‌کنن، پیامبر رو در بدوریشون می‌بینن و پیامبر از پیامبر سوال می‌نمایند آنچه که برای آنها نافهمه است. این گونه گمراهی‌ها در آنها دیده می‌شود. برای همین رسول الله چه گفتن؟ الله در سوره اعراف می‌فرماید ولو كنت اعلم الغیب، اگر من غیب را می‌دونستم لاستكثرت من الخير، من خیر رو بیشتر می‌کردم و من مسنی السوء، و بر من ضرر نمی‌رسید، بر من هیچ ضرری زیان نمی‌رسید. پس فرمودن که امام ذهبی که در اینجا که گفتیم که از 7 گناه هلاک کننده دوری بجوید، یکم شرک اکبر گفت، دوم گفت که در اینجا که و من بدل دینه فقتلوه، کسی که دینش رو ترک کرد او رو بکشید. من بدل دینه فقتلوه گفتن در روایت بخاری است، حدیث عبدالله ابن عباس است. شیخ البانی در دوام سخن میگه که این همین سه نوعی از شرک الله ما را از آن سه نوعی شرک من کرد که او سبحانه و تعالی در ربوبیتش، در الوهیتش، در اسما و صفاتش، در ذاتش، در عبادت، در صفاتش واحد است، یگانه است. برای همین الله فرمود لئن اشرکت لیحبطن عملک، شبر عملت رو حبط میکنه، ولا تکونن من الخاسرین، و از جمله خاسرین، از جمله هلاک شدگان قرار میگیری. تاکید کرد ولا تکونن من الخاسرین، گفت تکونن، تاکید کرد حتما. پس این چیزها رو حفظ نما، از مهمترین چیز عقیده است اینا. و در این مورد میتوانید با کتاب‌های شیخ اسلام و ابن قیم، شیخ ابن محمد سلیمان و غیره که این مسائل رو خوب و زیبا روشن کرده هستند. ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالایمان، پروردگار ما رو و برادران ما که بر ایمان گذاشتن آنها رو مغفرت نما. دوم الثانی، نوع الثانی شرک، قسم دوم از شرک، گفتیم شرک اول رو گفتیم در اونجا که گفتیم شرک دو قسم می شود، شرک اکبر، دوم شرک ریا در اعمال، ریاکاری در اعمال. چون که الله میفرماید که فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، که امید رحمت الله رو دارد پس عمل صالح انجام میدهد ولا یشرک بعبادت ربی احد، با در عبادت پروردگارش کسی رو شریک قرار ندهد. ریاکاری نکند در عملش ریاکاری نکند. شیخ صالح الفاظی میفرماید که قال امام ابن قیم رحمت الله علیه میفرماید که اما شرک فی اراده، شرک در اراده، در قصد و نیت انسان، كذلك بحر است. شرک در نیت و قصد و ارادات میگه مثل یک بحر است، ساحل ندارد. چی بسا کمی از مردمی هستن که از این شرک در نیت ها نجات مییابند. کسی که با آن عملش غیر رضای الله را بخواهد، غیر نزدیک شدن به پروردگار را بخواهد، در نیت در ارادهش شرک کرده است. و اخلاص باشد انسان خالصانه الله سبحانه و تعالی را عبادت نماید، در افعالش، در اقوالش، در ارادهش، در نیتش. این انسان حنیف می شود، ملت ابراهیم می شود. ملت ابراهیمی که الله ما را امر کرد که به آن ملت ابراهیم چنگ بزنیم. و الله میفرماید که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه، کسی که غیر دین اسلام دین دیگر را قبول نماید از او پذیرفته نمی شود. و هو فی الاخره من الخاسرین، و او در آخرت از جمله خاسران، از جمله هلاک شدگان قرار می گیرد. و رسول الله فرمودند که و ایاکم و الشرک الاصغر، برحذر باشید از شرک اصغر. قالوا یا رسول الله، گفتند ای رسول الله ما شرک الاصغر، شرک اصغر چی است؟ قال الریا، گفتند ریاکاری است.
یقول الله تعالی یوم القیامه، الله سبحانه و تعالی روز قیامت، یوم یجازی عباده، آن روزی که بندگانش را جزا میدهد با عملهایی که در این دنیا انجام دادند. اذهبوا الی الذین کنتم، بیروید به نزد آن کسی که تراؤونهم، برای آنها انجام دادید، که آنها ببینن اعمال شما را، بعملکم فی الدنیا. فانظروا، پس نظر نمایید، هل تجدوا عندهم شیئا، بیروید به نزد آنها، آیا در نزد آنها چیزی میبینید، چیزی مییابید، پیدا میکنید آن عملی که برای آنها انجام داده در این دنیا. حدیث روایت احمد است در مسند احمد و بیهقی در شعب ایمان و بغوی در شرح سنه. و رسول الله فرمودند که یقول الله من عمل عمل، الله میفرماید من عمل عملا، هر کسی که عمل را انجام داد، اشرک معی فیه غیری، هر کسی هر عمل را انجام داد که در آن عملش من رو شریک قرار داد، یکی با من غیرش رو شریک، غیر من رو شریک قرار داد، فهو للذین اشرک، و از برای آن کسی که آن را که بر آن شرک آورد، و انا منه، برای من از آن بیزار هستم، من از آن بیزار هستم. و همچنین قول از ابی هریره از قول رسول صلی الله علیه و آله است که رب صائم لیس له من صومه الا جو، میگه چی بسا بعضی از مردمان هستند که روزه‌دار هستند، جز از گرسنگی از این روزه چیز دیگر ندارند، عطش، الا جو ولا عطش، جز از گرسنگی تشنگی دیگر چیز دیگر برای آنها بهره نیست. رب قائم لیس له من قیام الا السحر، چی بسا میگه شب زنده‌دارانی هستند که جز شب زنده‌داری دیگه برای آنها چیز بهره نیست. و یعنی منظور این است که نماز و روزه و از برای الله نبود، برای ثواب نیست. این هنگام در روایت ابن حبان و دارمی و احمد و همچنین روایت شده است که فرمودند که مثل الذی یعمل رریاء و سمعه كمثل الذی یملأ کیسه حصى ثم يدخل السوق فيشتري به فاذا فتح قدام بائع فاذا هو حصى. مثل آن کسی که ریاکاری میکند، خودنمایی میکند، مثل آن کسی است که یک قابچه را میبردارد، ریاکاری و خودنمایی مینماید. مثل آن کسی که ریاکاری مینماید، خودنمایی مینماید، مثل آن کسی است که یک قابچه از سنگریزه را میبردارد، با قابچه این سنگریزه داخل بازار میشود، میخواد به واسطه آن چیزی بخرد. هنگامی که وی را میکشاید، هنگامی فروش در نزد فروشنده تاجر اون را میکشاید، ببیند که یک قابچه سنگریزه است و آن فروشنده با آن قابچه سنگریزه در سرش میزند، اون را برای هیچ فایده نمیدهد آن قابچه که وی رو برداشت آورد. پس ریا و خودنمایی انا همین چیز رو به بار میآورد. برای همین الله میفرماید که وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، آن عملهایی که آنها انجام دادند از اعمال زیاد و کثرت، فجعلناه هباء منثورا، مثل آن هباء منثورا، مثل یک گرد قرار دادیم. این یک عملهایی که انجام دادن از برای غیر الله سبحانه و تعالی و از آنها ثواب منتظر بودن، آنها را مثل هباء، مثل یک گرد غبار نابودشان ساختیم. و همچنین از عدی ابن حاتم الطایی رضی الله عنه روایت است که از رسول الله گفتند که امر کده می شود به فئام، به جماعت های از مردم در روز قیامت به سوی جنت، حتی بر آن نزدیک شوند، حتی بر جنت نزدیک می شوند، استنشقوا رائحتها و نظروا الى قصورها و الى ما اعدها الله لاهلها فيها، بوی میکشند رایحه آن را، رایحه جنت را، و نظر میکنند بر آن قصرها و آن چیزی که الله برای آنها آماده کرده است از برای اهل جنت. نودو ان اصرفوهم عنها، پس ندا کرده می شود که آنها را از آنجا دور بسازید، برای آنها هیچ نصیبی نیست از آن زیبایی ها، از آن بوی زیبایی ها، از آن قصرها، هیچ نصیبی نیست برای آنها. برمیگردند با حسرت و ندامت، آن اولین و آخرینی که جمع کرده بودند، پس میگویند یقولون ربنا لو ادخلنا النار قبل ان ترینا، پروردگار پیشتر که ما را بر این نعمت رو برای ما، این نعمت رو برای ما نشان بدی، ما را داخل آتش میکردی، پیشتر که این نعمت رو میدین برای ما بهتر بود که ما را داخل آتش میکردی، اون چیزی که برای اولیای خود آماده کردی از این نعمت برای ما بهتر بود. پس الله جواب میداد برای آنها كذلك ما اردت بكم، همچنین میگه اون چیزی که برای شما خواستم، شما آن چیزی که هنگامی که در خلوت میشدید گناهان بزرگ رو انجام دادید، هنگامی با مردم رو پرو میشدید ریاکاری میکردید، با اعمال خود ریاکاری میکردید، برخلاف آن که شما از قلبهای خود برای ما چیزی ندادید، از اعمال صالح مردم را دوست داشتید، خود دوست داشتید که مردم برای شما نیکو باشند، در نزد مردم نیکو باشید، ولیکن در نزد من خدا نیکو نکردید، در نزد مردم قدر بلند پیدا کردید، خواستید این رو، ولیکن من رو بزرگ نشمردید، از برای مردم ترک کردید، از برای من ترک نکردید. امروز باشد من شما رو آن علم، آن عاقبت رو برای شما چشانم، من شما رو محروم بکنم از آن جزا و ثوابی که برای شما آماده کرده بودم. ولیکن حدیث موضوع است، در روایت طبرانی است، موضوع حدیثی گفته شده است و البانی آن این حدیث رو در ترغیب و ترهیب ضعیف و موضوع گفتند. و یک مرد از رسول الله صلی الله علیه و پرسید که من نجات، گفتن ای رسول، نجات چی است؟ نجات چی است؟ قال، گفت الا تخادع الله رو خیانت نکنی، فریب ندهی. یعنی پس صحابه پرسیدن که کیف یخادع الله تعالی، چگونه الله رو فریب میدهیم؟ پس فرمودن که ان تعمل، این که عملی رو انجام بدهی، امرک الله و رسول، این که آن عملی که الله تو رو و رسولش امر کرده است به آن،
تريد به غیر وجه، تو غیر رضای الله را بخواهی. واتق ریا، گفتن از ریا بترس. فإنه شرک الاصغر، و که ریا شرک اصغر است، شرک خرد است. فإن المرائی ینادی علیه یوم القیامه، در روز که ریاکار در روز قیامت برای ندا کرده می شود. علی رؤوس خلائق، در سران تمام مردم، دنس تمام مردم دنیا برای ندا کرده می شود. با چی چیز؟ با 4 نام: ای ریاکار، ای غادر خیانتکار، ای فاجر، ای هلاک شده خسارت یافته. عملت گمراه میکند، اجرت از بین می رود، برای تو هیچ اجری نیست. در نزد ما دیگه برای تو هیچ اجری نیست. اذهب و خذ اجرک ممن كنت تعمل له، رو آن اجری که از برای آن کس که تو انجام دادی و عملت تو از اونجا برا بگیر. ای خیانتکار، ای فریبگر. از این حدیث هم حافظ عراقی ذکر کرده است در تخریج الاحیا، و ابن ابی دنیا همچنین حدیث رو ضعیف گفتند. حدیث ضعیف است، اسنادش ضعیف است. در البن در سلسله ضعیف ذکر کرده است. و از بعضی از حکما رحمت الله علیهم پرسیدند که مخلص کی است؟ قال المخلص الذي یکتم حسناته، مخلص آن کسی که حسنات اعمال نیک خود را پنهان میکند. کما یکتم سیئاته، چون که گناهان بد خود را پنهان می‌دارد، همچنین اعمال نیکش را پنهان می‌دارد. و قیل لبعضهم، از برای بعضی از آن پرسیده شد، گفته شد: ما غایت الاخلاص، غایت اخلاص کدام است، چی است؟ قال ان لا تحب محمدة للناس، تو دوست نداری اینکه مردم تو را سپاس ستایش بگویند، خوش آمدید بگویند و گفتی خدمت. قال فضیل ابن عیاض گفتند که ترک العمل لاجل الناس، ترک نمودن عمل از برای مردم ریا است. ترک نمودن هر عمل از برای مردم ریا است. و العمل لاجل الناس شرک است، و عمل کردن از برای مردم این شرک است. و الاخلاص ان تعافیک الله منها، اخلاص این که از منهما، از هر دو این تو را در عافیت نگاه بدارد الله سبحانه و تعالی. اللهم عافینا منهما، پروردگار از این دو چیز ما را در عافیت نگاه بدار. از برای مردم انجام ندهیم، ریاکاری نکنیم و خودنمایشی هم نکنیم. الله ما را از این چیزا در عافیت نگاه بدارد. اللهم عافینا منهما، پروردگار از هر دو اینا ما را در عافیت نگاه بدار. واعف عنا، و ما را بیامرز و ببخش. این است گناه اول، کبیره اول که شرک کردن به الله سبحانه و تعالی است. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. در همین جو درس ما به اتمام رسد. از درگاه الله سبحانه و تعالی خواهش می‌کنم که اعمال ما